سلام رفقای من. توی این قسمت ما میخوایم ریشیو چارت رو به زبان خیلی ساده بهتون بگیم، با همدیگه کار کنیم، از نزدیک شاهد همه این مراحل باشید و تک تک ترفندای عصاره‌گیری بی‌نظیر رو بهتون بگم. مهم نیست که دستگاهتون تمام اتوماتیک باشه یا دستگاهتون تک کلید یا اصطلاحا منوال باشه. چیزی که مهمه، ما قراره یه تعداد قهوه با همدیگه بزنیم، همشون کیفیت‌های یکسان و پایدار. اولین نکته‌ای که بسیار مهمه در ایجاد یک کرمای بی‌نظیر در حذف لکه سفید روی فنجان قهوه شما، که متاسفانه خیلی از باریستاهای عزیز ما و رفقای ما درگیر این قضیه‌ان، میگه قهوه میزنم روش کلی لکه سفید ایجاد میشه. اولین ترفند اینه که پورتافیلترت همیشه روی دستگاه بسته باشه، نه باز پورتافیلتر رو اینجوری کنار بذاری. با خیلی از بچه‌ها صحبت میکنم، میگه این زیر یه واشر داره خراب میشه. ما الان در بهار 404 هستیم، قیمت این واشه 200,000 تومان، عوض کردنش هم اصلا کار سختی نیست. اما زمانی که ببندی شوک دمایی حذف میشه و حتما آخرین مرحله عصاره‌گیریت میشه سدیم. یعنی شما در ابتدا طعم‌های جذاب یا اصطلاحاً ترشی‌های ملس رو داری دریافت میکنی که من توصیه میکنم همیشه پورتافیلترت بسته باشه. بسیار خوب، پورتافیلترتون رو همیشه با یک دستمال خشک تمیز این رو رطوبتی اگر داره حذف کنید. آقا ریشیو چارت به زبان ساده میگه وزن ورودی قهوه‌ای که میخوای بریزی رو باید حتما داشته باشی، وزن اسپرسو خروجیت که این چند گرم نه سی چند میلی گرم قهوه داخلش جا میگیره رو باز داشته باشی. اما مهمترین عامل بازده زمانی مناسبه که بهترین زمان بین 20 تا 30 ثانیه است. توجه کنید، بهترین زمان عصاره‌گیری 20 تا 30 ثانیه است. البته خیلی از رفقای ما میگن گلدن تایم، اون زمانی که میتونه بهترین طعم‌ها رو آزاد کنه، حدود 25 ثانیه است. قطعیتی نداره، شما ممکنه قهوه‌ت روی 23 ثانیه عصاره‌گیری بشه یا روی 27 ثانیه، اما محوریت 25 ثانیه میتونه طعم‌های جذاب‌تری رو برات داشته باشه. بسیار خب، من توصیه‌ام اینه که حتما از فانل استفاده کن تا جلوی ریخت و پاش قهوه رو بگیره. اسکیل یا ترازو روشن میکنی. بچه‌ها ما بازه زمانی برامون خیلی مهمه. اگر از این تیپ ماشین اسپرسو استفاده میکنی، توصیه میکنم حتما اسکیلی رو داشته باش که زمان رو برات داشته باشه و بگیره. بسیار خب، من 0 میکنم. وزن مناسب حدود 20 گرم با 1-2 گرم تلرانس. دستگاه من الان دقیقاً روی 20 گرم سته، اما ممکنه خیلی از رفقا رو 18 گرم 19 گرم دستگاهشون ست باشه یا حتی حدود 21-2 گرم. پس قرار ما بر اینه که ما بر محدوده 20 گرم کار خودمون رو داشته باشیم. شروع میکنیم آسیاب کردن دانهای درجه 1 عربیکا. بسیار خوب آقا، 21 گرم تقریبا. من 1 گرمشو نمیخوام، زیاده، باز کمش کنیم، بریم سراغ 20 گرم. بچه‌ها فکر نکنید زمانتون رو میگیره ها، شما قراره بهترین طعم‌ها رو استخراج کنید. برای همین توصیه میکنم حتما اگر دنبال یه طعم عجیب غریب هستید یا جذب مهمانای درجه 1 تو کافتون، حتما وزن ورودیتون رو لحاظ داشته باشید. بعدم که من ترجیح میدم به واسطه نیدل گلوله‌های قهوه‌ام رو آزاد کنم. بسیار خوب، عمل دیستریبیوتر رو یا عمل یکسانسازی، یک نواخت سازی رو به واسطه یک لولر مرغوب و با کیفیت انجام میدم. سطح قهوه‌ام رو به صورت کامل صاف میکنم. حالا به واسطه یک تمپر میام قهوه‌ام رو میکوبم. این قهوه من الان آماده است. آقا راجع به اینم خیلی هم سوال کرده بودید. پاک اسکرین، دستگاهایی که شاور اسکرین یعنی مطلقات داخل کاملا سلامت هست و میتونه آب رو در یک محدوده مناسب پاشش بده، به نظرم استفاده از اون کار اشتباهیه، چون فلز خودش شرایط اکسیداسیون رو مهیا میکنه. واسه همین خیلی از پورتافیلترها نیکد میشه و اصطلاحاً این ته رو حذف میکنن. پس من توصیه‌ام اینه که اگر از کیفیت دستگاهت مطمئن هستی، پاک اسکرین رو حذف کن. بسیار خب، حالا من فنجان قهوه‌ام رو بذار تو کدوم بزنم، بریم. من توصیه‌ام اینه که حتما دوباره لیوان 0 بشه. قرار بر اینه که من 20 گرم ریختم، 40 گرم عصاره خروجیم بشه در بازده حدود 20 الی 30 ثانیه که من سعیم بر اینه که روی محدوده حدود 25 گرم داشته باشم. قبل از عصاره‌گیری حتما فلش کن، اجازه بده آب‌هایی که از قبل توی هد گروپت هست خارج بشه تا بهترین طعم رو داشته باشی. ترفند دیگه اینه که به محضی که بستی دکمه عصاره‌گیری رو بزنی.
چون قهوه اوور دیولپ میشه یا بیش از حد توسعه یافتگی پیدا میکنه. بسیار خب، همونجوری داری میبینی قهوه داره به یه شکل مطلوب از دو طرف عصاره گیریش انجام میشه. حدود 19 گرم، 25 گرم فقط. زمانم شد دقیقاً 25 ثانیه. من الان حدود نسبت 1:2 رو گرفتم در بازده 25 ثانیه. اگر سطح کرمام رو ببینید، کرمایی که لکه سفید نداره، پایداری یک نواخته و اگر شما، حالا بذار از این قاشق استفاده کنم، اگر شما این اسپرسو رو هم بزنی کرماش از بین نمیره. میبینی بچه ها؟ این با دان 100% عربیکای دال، قهوه برند دال عصاره گیری شد که خب دانیه که من ترجیح میدم توی آکادمی ازش استفاده کنم. بلافاصله بعد از عصاره گیری حتما توصیه میشه پورتافیلترتون رو باز کنید، دوباره پرچ کنید تا اگر پودر قهوه از قبل اینجا هست حذف بشه. این میشه ریشیو چارت به زبان ساده. پس ما ورودی حدود 20 گرم رو داشتیم، خروجی حدود 40 گرم در بازده حدود 25 ثانیه. حتما تست کنید، نظرتون رو به ما بگید. در قسمت بعدی قرار قانون طلایی عصاره گیری رو بهتون آموزش بدیم. اگر از این سری ویدیوها خوشتون میاد لطفا سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید تا چراغ اینجا همیشه روشن بمونه.